президент توجیکستان امامعلی رحمان روز 26 ایون سال 2023 با امضای 4 فرمان، یک امر و 7 قرار حکومت در ساختارهای دولتی باز یک سلسله تغییرات کادری به عمل آورد. از جمله با فرمانهای پرزیدنت با عین توجیه با سبب به کار دیگر گذاشتن اشورزاده رجب روزی از وظیفه رئیس ناحیه ظفرآباد و مومنی مفصومه معین زاده از وظیفه رئیس شهر بوستان ولایت سوخت، همچنین با امر پرزیدنت یکی از علمان جوان و آینده‌دار کشور عزیزی رستم انورزاده نیز با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون مدیر مرکز اسلام شناسی یک نهاد تحقیقاتی وابسته به پرزیدنت تاجیکستان آزاد کرده شد. همچنین با قرار حکومت روز 26 ایون با چنین توجیه، یعنی با سبب به کار دیگر گذاشتن غفارزاده نگارخان از وظیفه معاون یکم رئیس کمیته کار با زنان و عائله، امیربگزاده حبیب الله از وظیفه معاون یکم رئیس کمیته رشد سیاحی آزاد کرده شدند. به کدام وظیفه دیگر گذاشتن حبیب الله، امیربگزاده، رجب اشورزاده و رستم عزیزی اعلان نشده است، ولی غفارزاده نگارخان با فرمان پرزیدنت به جای مفصومه معینی اجرا کننده وظیفه رئیس شهر بوستان ولایت سوخت تعیین گردیده. معینی طور قبلا خبر دادیم از نام حزب حاکم خلقی دموکراتی در انتخابات میانه دوره در حوزه رقم 13 شهر خوجند همچون وکیل به مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان پیشبری شده است. اسماعیل زاده ظفر که در گذشته رئیس نوای دیوشتیج و 3 سال آخر رئیس کمیته اکولوژی مجلس نمایندگان بود، روز 26 ایون با فرمان پرزیدنت اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت تعیین کرده شد. امامعلی رحمان روز 26 ایون با امضای قرارهای حکومت سفرزاده دلشاد غنی را معاون وزیر معارف و علم، نورعلیزاده فیروزه را معاون رئیس کمیته کار با زنان و عائله، خالمتیان رستم را معاون یکم رئیس کمیته رشد سیاحی و سلیمزاده زیادالله نصرت الله را معاون رئیس کمیته رشد سیاحی تعیین کرده. فیض‌الله قوتعلی باباجان را به مقام دیرکتور قرارگاه اسکندرکول دستگاه اجرایی پرزیدنت نشاند.